دوستان، چالش رسیدم به ریتینگ 1800. تو این بازی من سیاه بودم، حریفم E4 کرد، من 3-5 کردم، اسب F3 کرد که دیگه بیاد مرکز رو بگیره. D6 کردم، D4 کرد، 3 در D4 با وزیر زد اینجا. من 3-6 کردم، اینجا وزیر D5 کرد. اینجا فکر کنم وزیر D5ش اشتباه بود، باید فیل B5 بازی میکرد و بعدش من فیل D7 میکردم و وزیر D5 کرد. اسب F6 کردم، یه تمپ ازش گرفتم، وزیر برگشت D1، J6 کردم، از C3 کرد، فیل J7 کردم، فیل E2 کرد، رفتم قلعه، رفت قلعه، فیل D7 کردم، H3 کرد، رو خونش نشستم C8. این پوزیسیون مورد علاقه منه. اینجا A3 کرد، A6 کردم، اسبش اومد H2، فکر کنم میخواد F4 کنه. اسب A5 کردم که میخوام اصلا برم C4. از D5 کرد، زدم با E زد. من فکر کردم که با وزیر میخواد بزنه ولی با E زد. از C4 کردم، رخ به 1 کرد، B5 کردم، گفتم اینجا یه راه بر اسبم باز کنم. فیل در C4 زد، با رخ زدم، C3 کرد، وزیر C8 کردم، فیل E3 کرد، فیل در H3 زدم، با J زد، با وزیر زدم، وزیر F3 کرد. اینجا دیگه هیچی من به دست نیاوردم، دیگه پیاده هم که عقبم. وزیر اومدم D7، رخ F اومد D1، فیل E5 کردم، فیل D4 کرد، فیل در D4، رخ در D4، رخ F اومدم C8، رخ اومد D1، وزیر A7 کردم، از C4 کرد، H5 کردم، از پیش داد، اومدم J7. اینجا گفتم اگه اسب بزنه توی پیاده که رخ F8 میکنم، سوار رو میگیرم، ولی رخ در C4 زد، قوی بود، با رخ زدم. حالا از در F7 زد، دیگه ندارم که بیام آچمزش کنم. وزیر D7 کردم، رخ D4 کرد. بچه ها باورتون میشه من این بازی رو بردم. رخ C8 کردم، از J5